بریم. کجا بریم؟ خاموشش کن. خاموش کن. نمیگذاره که خواهم یه حرف آخر بزنم. من کارگردانی نمی‌کنم اگه بخوای چرت و پرت چیز کنی. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و خوش باشید. ممنون از این که ویدیوهای ما رو دنبال میکنید. دستتون درد نکنه، حمایت میکنید. دیدن ویدیوهای ما که نگاه میکنید و لایک میکنید و اگر هم دوست دارید سابسکرایبش کنید که دیگه حرف نداره. براتون یه فسنجون خوب درست کنم. این فسنجون در 2 مرحله درست میشه. مرحله اول گردو شما آماده میکنیم. گردوی میکس شده یا چرخ شده لازم داریم به مقدار 1 پوند، حدود تقریبا 1.5 پوند هم گوشت مرغ نیاز داریم. پیاز نگینی لازم داریم، شکر، سس انار، نمک، فلفل، زردچوبه. اینجا میتونید از سینه مرغ استفاده کنید که بهتره، چون فیله مرغ اگر استفاده کنید فیله مرغ نرمه، زود آب میشه. و در نهایت میتونید از گوشت بوقلمون استفاده کنید، از گوشت قلقلی استفاده میکنن خیلیا، از گوشت گوسفندی یا گوشت گاوی استفاده میکنن، ولی من اینجا ترجیح میدم که از سینه مرغ استفاده کنم. قابلمه رو میذاریم روی گازمون رو روشن میکنیم روی متوسط به بالا. یکم که داغ شد گردومون رو میریزیم داخل قابلمه بدون روغن، چون این خودش روغن پس میده بعدا. 2-3 دقیقه تفش میدیم با روغن خودش، بعد توش آب سرد میریزیم. رنگش اگه میبینید که سفید هست به خاطری که با یه نصف پیاز میکسش کردم، اون آب پیاز باعث شده که این گردو رو یکم رنگش رو عوض کرده. همیشه سعی کنید گردوتون رو با یه پیاز یا چرخ کنید 2 بار یا میکسش کنید، خیلی کیفیت بهتری خواهد داشت. اگر چرخ گوشت دست داشته باشین که دیگه نورن علی نور است. ببینید این گردو الان نگاه کنید، این خودش داره روغن پس میده. ببینید خب در همین حد بسه. 2 کاپ آب میریزیم داخل این آب سرد و میذاریم جوش بیاد. آب که جوش اومد شعله گاز رو کم میکنیم از متوسط به پایین و میذاریم آروم آروم به جوشه. هر چند وقت یه باری هم اینو به هم میزنیم چون این ته میگیره. میذاریم تا زمانی که به قوام بیاد و رنگش یه مقداری تیره بشه. هر جا داره دلبر و خار دلبر و دختر که ناز داره. الان عزیزم قربون برم شاخت قربون برم ما. ای بابا این شریر از اتاق من در کنیم چنی بالا سر مادره استودیو. الله قسم. تقصیر منه که مفت و مجانی کارگردانی میکنم واسه تو. خیلی ممنون از شما. داغ شما ندینه. الهی زنده باشی. الهی سر شما سعی شما بالای سر ما باشه. خب بریم سراغ مرغمون. چون من مرغ رو هیچ وقت با فسنجون نمیپزم، میکسش نمیکنم با مایه فسنجون. مرغ رو جدا میپزم. وقتی که گردو جا افتاد رنگ خوبی پیدا کرد اون وقت آخر سر مرغ رو به اون اضافه میکنه به گردو. به اندازه 2 قاشق غذاخوری روغن میریزیم کف قابلممون، میذاریم یک کم داغ بشه. 1 قاشق فلزی آماده خانم. روغن ما داغ شد، پیازمون رو به روغن اضافه میکنیم.
همینجا من گوشتم به پیازم اضافه میکنم. اندازه به فسنجون زیاد زردچوبه ندنید، یعنی به مرغتون اینجا زیاد زردچوبه ندنید، چون زردچوبه رنگ زردچوبه اگه زیاد بزنید یه مقداری حاکم میشه بر رنگ فسنجونتون. اندازه یه سر قاشق چای خوری. کمی فلفل سفیده، فلفل سفیده، نمک، بسه. شعله گازمون رو کم میکنیم. اینجا در قابلمه رو من میبندم که این پیاز با این گوشت بخار کنه و این پیاز آبش بره به خورد مرغ و له بشه که شما ذره پیاز توی این نبینید اصلا. درش رو میبندید، آروم میذارید تا به آب بیفته، هم مرغ و هم پیاز با هم بین 10 دقیقه تا یه رو. اینجا گردومون به جوش اومده، ببینید خود یواش یواش داره رنگش هم تغییر میکنه. الان اینجا شعله گازو کم میکنیم دیگه. اینجا باید آروم آروم بجوشه تا یه مقدار غلیظ بشه. هر چند وقت یه بارم به همش میزنیم چون گردو تمیره. وقتی که تو چاشنی میریزی تو باشه، در این حال اگر ربع انار شیرین باشه که با هم دیگه میکس کنیم، نمیدونم چی میشه، چاقواره بده. این شیرین تره. بیشتر تنور رو بنا میده. خب این شیرین تره، ولی دوتا رو با هم میکس میکنم. وقت دیگه گنده چیزی میشه. با بنارایی که مامانی درست خب ببینید اینجا من در قابلمه رو بستم، این پیاز تمام له شد، آب پیاز به خورد گوشتمون رفته. یه تقریبا این پیاز له میشه، یعنی یه ذره بمونه یه ذره. اینجا یکم آب بهش اضافه میکنم و میذارم تا گوشتمون بپزه. یکم آب جوش، حداقل مثلا نصف فنجون آب جوش. درشو میذاریم، شعله‌شو کم میکنیم تا آروم آروم مرغمونم بپزه. یه سری هم بریم سراغ مایه فسنجونمون، ببینیم در چاله. ببینید آروم آروم داره میجوشه و داره، الان ببینید اینجا داره غلیظ میشه دیگه. خب اینجا حالا اومدیم سراغ مایه فسنجونمون، ببینید که تقریبا غلیظ شده. ببینید این دیگه از اون حالت در اومده، غلیظ شده تقریبا. یه همین بهش میزنیم و سس انارمون رو به انارمون رو بهش اضافه میکنیم با کمی شکر. فسنجون غذاییه که ترش و شیرینیش بسته به ذائقه افراد داره. بعضیا ترش دوست دارن، اگه ترش دوست دارین میتونید سس انار بیشتری بهش بزنید. اگر شیرین دوست دارید سس انار کمتری میتونید بهش بزنید. یه مسئله هم هست که بعضیا به قول معروف ملس میخورن بین ترش و شیرین، نه خیلی ترش نه شیرین. اینجا من دارم سس انار بهش اضافه میکنم. سس انار من معمولا این شیشه الان تا نصفه است، ولی یه شیشه نصفه دیگه هم دارم، اینم بهش اضافه میکنم. این دوتا سس، این یک کمی ترشه، این یک کمی شیرین تره، دوتا رو با هم دیگه میریزم بهش اضافه میکنم. بعد اگر در آخر دیدم باز رنگش خیلی قهوه‌ای نشده، یک کم دیگه هم از این اضافه میکنم. خب اینو یه همین میزنم.
این باید دوباره باید همینجور نرم بجوشه تا باز غلیظ بشه. رنگش هم ببینید تا این مرز رنگش رفت. در پایان باید یه تستی بکنید که از نظر ترشی و شیرینیش که اگر هر نظری هر ذائقه‌ای که دوست داشتین به همون نسبت سس انار و شکرش رو کم و زیاد بزنید. این میشه 4 قاشق غذاخوری. شکر بهش اضافه میکنم. خب بعد خدمت شما درشو میذارین تا دوباره یه مقداری آروم آروم بجوشه و غلیظ بشه. مرغمون هم تقریبا دیگه اینجا مرغمون دیگه تقریبا پخته است، آماده است. فعلا زیرش رو خاموش میکنیم، میذاریم تا مایه فسنجون ما یه مقداری دیگه آروم بجوشه و بپزه. در آخر سر مرغ رو بهش اضافه میکنیم و تست میکنیم و بهتون نشون میدم. مایه فسنجون ما حسابی جا افتاده، به روغن افتاده. اینجا مرغمون رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم یه نیم ساعت دیگه با مرغمون بجوشه که دیگه جانانه مشتی بشه. ببین این دیگه اصلا نیازی به آب سرد و غیر زال هم نداره، اصلا روغنه. یه همین میزنیم و میذاریم تا یه 30 دقیقه دیگه با این مرغ بازم همون حالت ریز ریز بجوشه و دیگه تمام. ببینید رنگش هم چقدر خوش رنگ و خوش روغن. آخر سر یه تستی میکنیم، اگر نیاز به شکر داشت میریزیم، اگر نبودم که دیگه تمام. اینجا دیگه فسنجون ما آماده است. حسابی هم روغن انداخته. ببینید همیشه باید به غذا زمان بدید که اینجا دیگه اصلا نیازی نه به آب سرد داره. اگر میکس گردوتون خوب باشه دیگه هیچ وقت در پایان شما نیازی به این که به فسنجونتون آب سرد اضافه کنید که روغنش بیاد بالا نداره. ببینید این الان نگاه کن، روغن از مایه فسنجون جدا اومده. ببینید این فسنجون به اندازه 1 قاشق غذاخوری فقط روغن من ریختم به خاطر پیازش که با مرغشو پختم. و سعی کنید همیشه فسنجون و مایه‌ش رو جدا بپزید و مرغش رو یا گوشتش رو جدا و آخر سر به هم دیگه میکس کنید. فسنجون ما آماده است. زیرش هم خاموش میکنیم. حسابی روغن افتاده و جا افتاده.